بعدن که به خدمت دعوتش میکنه ممکن است سرکشی میکنه و خود باید طرف قانون نمیشه چون که باید خدمت کنه نه کسایی وقت که به خدمت نمیره و مجبور میبرن قانونی است بعضی وقتا هست با چی جانور دعوا نکنه از خیلی راه مثلا بدتر ویم ابلاغ داشتن دارن بالا بالا وقتی جانور قانون کار میشه در تمام مقطع دانشگاه باید اجازت معلم مسلمان هستم چون که نگویم که سطح گیر نبم و من میخواهم که در هر یک مقطع دانشگاه اگر اجازه ندارم بعضی دانشجوها که در خوابگاه هم کار میکردن اصلا در اونجا نظامانی که در همه خوابگاه نظامنامه خوابگاه بود از روی عمل نمیگشت اکثر او خودسرانه رفتار میکرد و جاش میشد که همه دانشجو را با هم با کورس جاگاش از همه خریده و این خوابگاه گرفته هم میکرد ولکن بسیار شده پیش میکرد دانشجو را یعنی این حقوق غیرقانونی بود از نگاه شما حالا اونکه در ماده 22 سرکار جمهوری پاکستان آمده است که منزل شخص دفن‌پذیر است و دوران با آن درآمدن دفن‌پذیر است مگر به اصلاح موضوعی که قانون مقرر کرده است دانشگاه یکم فکر دانشجو قانون کرده نمیشه برعکس این برای چه برای رعایت نمودن این شخص اگر نفر بیشتر برای این که صحبت مگذارنده دانشگاهی برای که اونها فرق باید درست نکنند. داشتن دختران در این روز در این سازمان باید دخترها بخونن برای که کی میدونه کجا باید اشکالی بچه میزنن هستن بچه‌هایی که اصلا کار میکنن باید میان میگن خانواده‌شون که کار میگن اینکه ای بچه من میگه بچه من خودش که دخترش من اینو بشاره میتونن نه که بچه اون نه کمان نمیسون اون باید عرق دختر وای میشه و زور میباید زندگی زمان در مجبور میشه میره خوشروی میکنن اگر کاری دارم میکنن من در فکر میکنم دختران رو بخونم برای که در آینده زندگی خوشونن پیش برن دستی من رو نگاه نکنم